الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و شرکت کننده. این مسابقه در روز 15 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد در شهرستان دشتستان که حدود 24 نفر شرکت کننده داشتیم. انشالله که این مسابقه بتونیم مسابقه آخرمون باشه و همچنین هر ماه بتونیم مسابقه رو برگزار بکنیم. ممنونم از آقای قرنجکی که تشریف آوردن از تهران و ما رو همیاری میکنن، آقای احمدی که برگزار کننده این مسابقه بودن. با سلام، صادق قرنجکی هستم، عضو انجمن تیراندازان بنچرس ایران. در خدمت هیئت تیراندازی شهرستان دشتستان هستیم با مسابقه بنچرس کلاس 50 متر آن لیمیتد. تیراندازانی از استان بوشهر، استان فارس و دیگر استان‌های همجوار در این مسابقه شرکت کردند. آقای احمدی مسئول کمیته بنچرس شهرستان دشتستان با همراهی اعضای هیئت تیراندازی این مسابقه را ترتیب دادن. امیدواریم که باعث بسط و توسعه این رشته جذاب و پرپتانسیل در این استان بشه و بتونیم در آینده رقابت‌های بزرگتری رو میزبانی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاهد دومین دوره مسابقات بنچرس استانی هستیم به میزبانی شهرستان دشتستان که دوره قبل 25 متر برگزار شده و این دوره با 50 متر بنچرس برگزار میشه که در همینجا از هیئت استان و هیئت تیراندازی شهرستان دشتستان تقدیر و تشکر داریم. با توجه به اینکه ما میزبان عزیزانی از استانهای همجوار هستیم، امروز شاهد برگزاری این مسابقات به میزبانی شهرستان دشتستان هستیم که همینجا از هیئت تیراندازی شهرستان دشتستان همه ورزشکاران و برگزار کنندگان عزیز، مسئولین محترم و
داوران و پیشکسوتان عزیز هم عرض خیر مقدم داریم، هم خدا قوت که در این مسیر شاهد توانمندی های شهرستان دشتستان در حوزه تیراندازی بیش از پیش هستیم که الحمدلله با توجه به توان شهرستان دشتستان و توانی که در حوزه تیراندازی ما داریم شاهد پیشرفت بیشتری در حوزه این فعالیت هیجان انگیز داشته باشیم و از همه عزیزانی که در این راستا همیاری و همکاری و تشریک مساعی نمودن کمال تشکر و قدردانی را داریم. حسین اسماعیلی آیه صداقت حالتون چطوره؟ خسته نباشی خدا قوت. آیه اسماعیلی حالتون خوبه؟ خسته نباشین خدا قوت. خدا قوت. بشام چطور ساده؟ اوکی. رضا یه صحبتی با هم داشته باشیم. چی میگیم ما؟ چه میدونم. صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ادعایی نداریم، هیچ ادعایی نداریم. خط جنوب بچه‌ها با هم دیگه خداییش بنجرس تو جنوب کشور هم بهسان خط برازجون بوشهر برو نورآباد تا قلبش که شهرستان لامرده. واقعا بنجرس تو جنوب کشور تو این منطقه از میتونم بگم از کل جنوب باش اهواز هم هستن، ولی بر بچه‌ها بیشتر فعالن خودش. ان شاءالله که این همدلی این پایداری برقرار همیشه باشه و این رشته هم ادامه داشته باشه و بول واقعیت یه چیزی که دغدغه کل بچه‌هاست پس هم حمایت بشه که واقعا عالیه. بازم دست بچه برازون در نکنه، واقعا دمشون گرم. آقا اسکان دیشب عالی بود، خودش یکی از دغدغه‌های تیراندازا که میرن بهسان این شهر اون شهر دغدغه اولشون اسکان. آقا دمتون گرم، عالی بود. مسابقه هم خیلی عالی بود، اوکی بود. به هر حال همون همدلی دوستی همیشه بود، بازم بود، اوکی بود، عالی بود. حالا دیگه واسه افراد برترم آرزوی موفقیت میکنم. آیه احمدی بفرمایید. سلامت باشی. من تشکر میکنم از همه دوستان که واقعا همیشه ما رو حمایت کردن، چه تو مسابقه 25 متر چه الان که این مسابقه 50 متر هست. آقا رضا، آقا علی جوکار، بچه‌ها همه واقعا حمایت کردن ما رو. ممنونم از همهشون و انشالله با کمک هم دیگه بنجرس رو تا حد عالی پیش میبریم و انشالله که همه دوستانم موفق و پیروز باشن. قطعش کن. آقای حسین نژاد، آقای بهزادی، آقا جواد. آقا این 60 متر نی 61 رو خورده. علی کاکا انقلاب جدید. به نام خدا، حسین اسماعیلی هستم، فعال تیراندازی بنچرس. 5 تا 6 سال هستش که این رشته رو دنبال میکنم. امروز در حضور دوستان برازجونی بودیم. مسابقه کلاس 50 متر آلیمیتد، مسابقه بسیار با کیفیت، سطح بسیار بالایی داشت. وضعیت باد و هوا تقریبا نامساعد بود و بچه‌ها کارتای ولی مناسبی رو زدن. انشالله که دوره‌های بعد هم برگزار بشه و بتونیم در خدمتشون باشیم.
آقای خایزاده هستن لژیونر شهرستان ما در باشگاه نورآباد محمد حسنی. بفرمایید آقای خایزاده. خایزاده هستم از شهرستان نورآباد محمد حسنی. امروز اومدیم مسابقات بنچ 5 متر شهرستان برازجان در خدمت دوستان عزیز است. با سلام، اکبر جعفری هستم، تیرانداز بنچ از شهر سبز کازرون. مسابقه 5 متر کشوری به میزبانی شهرستان دشتستان در شهر برازجان در حال اجراست. ما هم شرکت کردیم. تیراندازهای خوبی از تمام شهرهای اطراف شرکت کردن. سطح مسابقه هم واقعا بالاست و حالا تا دوستان کارتاشون رو بزنن مشخص میشه روند مسابقه چجوری پیش میره. به نام خدا، موسی عباسی هستم از شهرستان کازرون. اومدیم برای بنچرست مسابقات بنچرست 5 متر شهرستان دشتستان برازجون. خیلی خوب بود. ممنون از بچه‌ها، مخصوصا از آقای قرنجکی و آقای احمدی که زحمت کشیدن. ممنون میشم. فاطمه پیرخسته هستم، خزانه‌دار هیئت تیراندازی دشتستان. امروز اولین دوره مسابقه 5 متر استان رو برگزار کردیم با کمک اداره ورزش و جوانان. بسم الله الرحمن الرحیم. نوشین پیرخسته هستم، تیرانداز و نایب رئیس هیئت تیراندازی دشتستان. اولین دوره مسابقات 5 متر تفنگ بادی رو برگزار کردیم توی دشتستان که تیراندازانی از استان‌های همجوار و خود استان بوشهر شرکت کردن. آیه رضایی زحمت اشکال نداره. حالا ما اینجا روبرو رو نگاه کنید. آقای کرمی، آقای کرمی. با 15 ایکس آی داشتی انشاءالله مبارک تو باشه. آقای خلیل خایزاده شهرها ببینیم سلطان انقلاب جدید. جان این یکی چیز حالت آقای شیروان رضایی با 480. ماشاءالله شیر باشه. بله میخوام با دوربینم همه چی مد بدم. حاشیه با این نگاه کنید آقای سپور. یه لحظه دوربین. ماشاءالله